از تقدیمات شهلا سیف‌الدینова. جانم فدایش که 100 بار قلبش را شکستم، اما هر بار خندید و گفت بار آخرت باشد، اما زی من نرفت. یکی گوید زی خطلانم تو را چی؟ دیگر من از بدخشانم تو را چی؟ نباشد یک جوان مرد بگوید مسلمانم مسلمانم تو را چی؟ آدم‌ها را از عکس‌هایشان بها ندهید. آدم‌ها از خستگیشان، از دلتنگیشان، از غصه و دردهایشان عکس نمیگیرند. بهترین ترانه‌ی قصه‌ها در پرتر شهلا سیف‌الدینова